بازم بازیکن قرقیز یا شماره 10 هندی. بازی 4-2 هست تا الان. بازیکن افغانستان فرصت دارن، موقعیت عالی برای افغانستان، گل خالی و گل پنجم مهران غلامی عالی زد این ضربه را. گل خالی و فرصتی که افغانستان استفاده کرد. بازی تقریبا تمام هست. افغانستان 5 قرقیزستان 2. اینجا اشتباهی بازیکن قرقیز و گل برای افغانستان. گل پنجمی که و ثمر رسید و فقط از بیشتر از 1 دقیقه فرصت هست و تمام هست کار برای قرقیزستان. و مجید مرتضوی واقعا بد گلی رو دریافت کردیم. خب هر حال استرس زیاده، ثانیه های آخر بوده. جواد سفری عالی بوده، فدای سر جواد سفری. لحظات پایانی و بله ویسل پایان بازی. افغانستان برای اولین بار صعود میکنه. تبریک ملت غیور افغانستان. زنده باد افغانستان، زنده باد مجید مرتضوی، زنده باد تیم ملی فوتسال. عالی تاریخ سازی برای افغانستان. چقدر کیف کردیم از این پیروزی، چقدر کیف کردیم از لحظه تاریخی. خدایا شکره.